به نام خدا. تو این فیلم قصد دارم در رابطه با اینکه چجوری یا چگونه یه آتش نشان بشین و استخدام بشین به عنوان یه آتش نشان براتون صحبت کنم. امیدوارم فیلم رو تا آخر ببینین و به اون مطالبی که تو ذهنتون قبلا به صورت سوال بوده برسین. من عباس قاسمی، فرمانده آتش نشانی، یکی از آتش نشانای تهران هستم که تو قسمت عملیات مشغول به فعالیت هستم. حدود 20 سالم سابقه عملیاتی دارم، در خدمت شهروندان عزیز تهرانی هستم. زمانی که ما عملیات میریم خیلی وقتی کارمون تموم میشه، داریم وسایلمون رو جمع جور میکنیم، جوونا به ما ملحق میشن، میان پیش ما، پیش پرسنلمون، پیش خودمون. اولین سوالی که میپرسن اینه که چجوری شما آتش نشان شدی؟ ما دوست داریم آتش نشان بشیم. خیلی وقتا تو جمعای فامیلی ما میریم این سوال از اون میپرسن، شما چجوری آتش نشان شدی؟ یا همین که گفتم ما میخوایم آتش نشان شیم، علاقه داریم. الان امروز تو این فیلم من میخوام در رابطه با این مطلب براتون توضیحاتی بدم و انشالله که مثمر ثمر باشه. آتش نشان بودن اولین لازمش دوست داشتن و علاقه است. یعنی چیزی که شعاری که خیلی جاها باید دیده باشین تو اکثر جاهایی که مربوط به آتش نشانی است. آتش نشانی شغلی است، عشق است. ما همه اینجا میایم، اینجا به عنوان یک کارمندیم، به عنوان سوپرمن نیستیم، به عنوان چیز نیستیم، به اصطلاح یه قهرمان حساب میشیم تو جامعه، چون جون خودمون رو میگیریم کف دستمون، شهروندامون رو نجات میدیم. جایی که همه دارن از حریق و حادثه فرار میکنن، این آتش نشانه هستن که به سمت حریق و حادثه میرن. نمونهش تو چند سال اخیرم داشتیم، شهیدانی دادیم که شهید اصلیشون، شهدای اصلی توی پلاسکو بودن که تعداد زیادی از همکارامون اونجا شهید شدن. همتون هم دیدیم، مثل بمب صدا کرد تو کل جهان. حالا ما برمیگردیم به سراغ بحث اولمون که چجوری میخوایم یه آتش نشان بشیم. اگه علاقه تو ما وجود داشته باشه و بخوایم ادامه بدیم این شغل و بخوایم علاقه داشته باشیم، یه چند تا چیز لازمه اصلی این شغل. لازمه اصلی این شغل اینه که فیزیک آماده‌ای داشته باشیم، فیزیک بدنی آماده‌ای داشته باشیم. اینه که یه درصد ضریب هوشی، حالا نمیگم خیلی بالا، ولی یه درصد ضریب هوشی متوسط رو به بالایی حداقل داشته باشیم که تو خطرات بهترین تصمیم گیری و بهترین واکنش از خودمون نشون بدیم دیگه. حالا یه سری شرایطی داره، یه سری مراحلی داره که پله پله اینا رو باید ما طی کنیم. تا آخر ویدیو با ما باشید تا اینا رو من دونه دونه بهتون بگم برای دوستایی که علاقه‌مندن، چه خانم چه آقا، در مورد جفتشون توضیحاتی بهتون میدم. اول از همه وقتی میخوایم استخدام آتش نشانی شیم، من شرایط فعلی و گذشته رو براتون مثال میزنم که قشنگ متوجه بشید. گذشته یه روزنامه بود، فقط مسئله اطلاع جمعی، به اون صورت نه اینترنت بود، نه اگه بود خیلی محدود بود، لپتاپ‌ها بودن، کامپیوترها بودن. اطلاع رسانی از طریق روزنامه‌ها بود. معمولاً هم اهالی همون شهر می‌دیدن، یه تعداد محدودی آدم می‌دیدن. مثلا برای خود ما حدوداً سال 82 روزنامه همشهری آگهی کرد. روزنامه همشهری آگهی کرد و ما دیدیم و اومدیم و مراحل رو رفتیم. ولی تو آخرین دوره‌ای که آگهی شد برای استخدام تو آتش نشانی شهر تهران، حدود 15,000 نفر شرکت کردن که یه جمعیت زیادی بود. در صورتی که مثلا اون سالی که ما بودیم فقط 1000 نفر، 1200 نفر شرکت کردن، 200 نفر میخواستن، ولی الان 15,000 نفر، مثلا 300 نفر میخواسته. من شنیدم اینه که رقابت خیلی عرصه‌اش تنگ‌تر میشه به واسطه این وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی که میشه و همه میفهمن شرایط جامعه که حالا بالاخره کمبود شغل هست. یعنی خیلی‌ها به ناچار میخوان یه شغلی رو به دست بیارن میان، ولی خب هستن کسانی که
علاقه دارن به این شغل، اصلا از روی علاقه است، بحث مادیش نیست. شاید مثلا طرف کارمند بانکی هم بهش پیشنهاد بدن، آتش‌نشانی هم پیشنهاد بدن، یه حقوق مساوی هم بدن، بیان کدوم دوست داری بگی من دوست دارم آتش نشان بشم. این برمیگرده به اینکه علاقه داره به اون شغل. حالا من چیزی که میخوام بگم در رابطه با اینه که اگه جدیداً بخوایم این کارو بکنیم، آخرین رفرنس و آخرین چیزی که بوده به چه صورت بوده؟ استخدام معمولاً چند تا مرحله داره که بعد دونه دونه این مراحل رو ما طی کنیم. مرحله اول، گاهن حالا مرحله اول و دوم جابجا هم میشه، ولی چیزی که هست جزء لاینفکشونه، یعنی جدا نمیشه. این دو مرحله رو باید حد همه بگذرونن. بعد از این که خب حالا فرمی رو پر کردیم، به اصطلاح شرایط عمومی رو باید داشته باشیم. شرایط عمومی معمولاً سن زیر 25 ساله، داشتن مدرک تحصیلی دیپلم به بالاست، تحصیلات که بهتون گفتم زیر دیپلم قبول نمی‌کنن و میتونیم دیپلم به بالا یعنی فوق دیپلم یا لیسانس باشیم، ولی به شرطی که سنمون از اون حد مجاز تجاوز نکنه. شرایط عمومی بعضا شرایط قد رو در نظر میگیرن. بعضی سالا من دیدم میگن قد مثلا زیر 170 نباشه، یا مثلا یه سالایی من دیدم میگن مدرک معافیت باید حتما سربازی رفته باشه، معافیت پزشکی یا کفالت نباشه. یه موقعی اینجوری میگن، ولی یه موقعی هم بوده قبول کردم با کفالت دیگه. اینا هست. حالا میریم برمیگردیم شرایط. اولین چیزی که توی این تست ها هست، میگم 1 و 2 رو ممکنه اصلا جابجا هم بشه. تست علمیه. تو تست علمی وقتی همه آماده شدن میفرستن این داوطلبایی که برای استخدام هستن میفرستنشون برای تست علمی. تست علمی معمولا یه چیزی شبیه، بچه‌ای که کنکور دادن میدونن من چی میگم، یه چیزی شبیه کنکوره. از دروس عمومی دوران دبیرستان 4 ساله‌ای که دبیرستان بودی یا 3 ساله، حالا اینا رو میان یه تستی میدن. حالا بعضا نمره منفی داره نداره، اینا یه چیز شبیه کنکوری، یه چیز شبیه کنکوره. گاهن هم میدن اصلا سازمان سنجش این آزمون رو میگیره. توی این مرحله به اصطلاح داوطلبی یه نمره‌ای رو کسب میکنن که یه حد نصابی داره و بعضا نمره محاسبه میشه و اونجا یه تعداد پرت میشن و میرن لول بعدی یا مرحله بعدی. بعضی وقتا میان این نمره رو محاسبه میکنن و تست بعدی رو میگیرن و مجموع این دوتا پرت میکنن یه سریو که مردود میشن و بقیه میرن مرحله بعدی. این پس تو این دو حالت من تو این مدت که دیدم اتفاق افتاده. یه موقعی هر دو مرحله رو گرفتم، بعد نمره اعلام شده کیا مردود شدن کیا قبول شدن. مرحله دوم تست ورزشه. این یکی از واجب ترین چیزاست برای آتش نشانی. حداقل تو 10 سال اول خدمت که به عنوان نیروی به اصطلاح آتش نشان به اصطلاح اعزام میشیم مأموریت، یکی از واجبات آتش نشانی فیزیک بدنی مناسبه که بتونه تو عملیات‌ها کارایی خوبی داشته باشه. نیروی جوون سازمانه، به اصطلاح بازو سازمانه دیگه کسی که استخدام میشه. حالا اون قد 170 دیناری که بهتون گفتم، یه موقعی همینجا هم محاسبه میکنن. مثلا اون اول نمیگن اینجا میری تست بدی، میگن شما زیر 170 مردودی، قد متناسب یه آتش نشان نیست. بعد حالا تستا چیا هست؟ معمولا تو اکثر موارد، یعنی اکثر سالایی که آزمون استخدام داشتیم، تستایی که گرفتن شامل اینا بوده. یکی از موارد تستا بارفیکسه که یه حد نصابی داره و اونم باید درست بریم. نه بارفیکسی که یه 20 بریم بالا 20 پایین، نه، بارفیکسی درست باشه. مثلا خیلی سفت و سخت هم میگیرن، یه موقعی میارن مجموعه انقلاب تست میگیرن، سنسور اونجا چک میکنه، نمره میندازه که چند تا رفتی. این نیست که مثلا بگی خب برم من اونجا گول بزنم اون کسی که از امتحان میگیره اینا، نه، همچین چیزی نیست. بارفیکس هست. 2.4x9 هستش، دراز نشست هستش، بعد 2.540 متر هستش. ایناش بعضا 200 متر هم میگیرن. ولی این 4 تای اول که گفتم تو همه تستا تو سالهای مختلف که گرفتن بوده. یه دوره مثلا یادم پنجه هم گرفتن که قدرت پنجه رو نشون میده با چه فشاری چه
انرژی وارد کنه. همه اینا جمع میشه یه نمره ورزش. این نمره ورزش به اصطلاح چیکار میکنه؟ این نمره ورزش برای ما معدلش میشه نمره ورزشمون. نمره علمی هم که بهتون گفتم، این دوتا بعضا جمع میشه و یه تعداد از داوطلبان میرن مرحله بعد، یه تعداد داوطلبان ریزش میکنن. بعضا هم که دونه دونه تو همون ورزش یه سری ریزش میکنن، بعد همون قبولیان میرن علمی دوباره ریزش میکنن، یه سری میره مرحله بعد. این دو مرحله وقتی قبول شیم دیگه تقریبا کمر کار رو شکوندیم، بیشتر سختی راه رو رفتیم. مرحله بعدی که هستش معاینات پزشکی. اینا معمولا همه سازمان‌ها دارن، چون نمیخوان این شخصی که استخدام میکنن بعد 2 سال 3 سال 5 سال بیاد بگه امروز ستون کمرم درد میکنه، امروز دیسک دارم، امروز پام اونجوریه. اینا دو نسبت میخوان یه آدمی که میاد تو این سازمان با فیزیک سالم بیاد تو این سازمان که حداقل 10 سال اول خرج رو برای سازمان نداره. نه سازمان ما، همه سازمان اینجوریه. این بیا قانونه که معاینات پزشکی باید قبول بشه، سالم باشه، از لحاظ فیزیکی مشکلی نداشته باشه. بعد معاینات پزشکی تحقیقات محلی داریم که معمولا هسته گزینش شهرداری تهران این کارا رو انجام میده. یعنی اصلا خود سازمان آتش نشانی انجام نمیده، میان بررسی میکنن به اصطلاح موردی نداشته باشه. البته اینو بگم بهتون، قبل از همه این حرفا اون مدارکی که گفتم یه مدرک دیگه هم با داشتن سوء پیشینه است. اگه ما سابقه خلاف یا زندان داشته باشیم اون سوء پیشینه برامون ثبت شده میشه، اصلا اون اول نطفه قضیه خفه شده دیگه، اصلا نمیتونیم به مراحل بعد بیایم. بعد از اینایی که گفتم، بعد از اینا تحقیقات محلی، مصاحبه است. مصاحبه هم باز هسته گزینش انجام میده. توی برای مدیران مناطق عملیاتی انجام میدادن تو گذشته، الان اونم هسته گزینش. مصاحبه که میکنن، مصاحبه معمولا لحاظ اعتقادی میسنجن شما رو که ببینن بالاخره آدم معتقدی هستی داری تو سازمان میای یا اینکه نه آدم ناسالمی هستی. بعد لول بعدی که این آخرین دوره اضافه شد به استخدام‌ها، مصاحبه روانشناسیه. چون یه سری از پرسنل ممکنه مشکلات روانی داشته باشن که تو شرایط عادی خودشون نشون ندن، بیان استخدام شن، بیان تو سازمان، بعداً توی سلسله مراتب عملیاتی، توی اطاعت پذیری، توی انجام فرامین موافقشون بیان به مشکل بخورن و ایجاد دردسر هم برای مسئولشون بکنن هم برای خودشون. اون حساب اینم الان یه گزینه جدیدی اضافه شده که از این بابت هم بعد ما به اصطلاح چک کنیم بچه‌ها رو که خیالمون راحت باشه که میان نیرو به اصطلاح به عنوان کمک داره میاد، نه اینکه به عنوان یه بار اضافه رو دوش مسئول و موافقش باشه. همه این مراحل که رد شد دیگه به قول معروف تو هر مرحله یه تعداد آدم میریزه دیگه. هر مرحله یه تعداد آدم ریزش داره و در نهایت کی میمونه؟ در نهایت آدمایی که میمونن معمولا یه مقدار اندکی هم اضافه بر سازمان. مثلا اگه 300 نفر میخوان شاید 350 نفر رو قبول میکنن، 50 تاشون میگن ذخیره، که اگه از اون 300 نفر هر یه نفر یا هر چند نفری که حالا پشیمون شدن گفتن نمیخوایم بیایم سازمان، از اون ذخیره ها استفاده میکنن، جایگزین اونا میکنن. یه همچین روالی رو داره استخدام سازمان آتش نشانی. ولی سازمان آتش نشانی تهران تا قبل از دور اخیر استخدامش یه موضوع رو بگم اول در رابطه با خانوما میخوام بگم. خانومایی که علاقه دارن اونا هم دنبال میکنن. استخدام فقط آقایون بودن، چون هم زیر ساختای سازمان برای آقایون تعبیه شدن و لحاظ فنی یه کار یدی آتش نشان بودن. آتش نشان بودن یه کار یدیه و باید اونجا فیزیک مردونه داشته باشه خیلی جا تا کار رو پیش ببری. اصلا بحث شجاعت و اینا نیست. خیلی خانوما دارید که از خیلی از آقایون شجاعترن، دل به آتیش میزنن اینا، ولی خب قدرت جسمانیشون چون ضعیفتره مسلماً به مشکل میخورن. از شما نگاه هم بکنید توی کشورهای خارجی که خانم با تیم اعزام کننده اعزام میشه، معمولا خانم‌ها حکم نیروی پشتیبان تو زمینه روحی روانی، تو زمینه پزشکی اینو دارن و به عنوان نوک سرلوله، به عنوان نیروی فیزیکی اعزام نمیشن معمولا خانم. حالا احتمال داره یه خانمی خیلی قوی باشه، بس ما این نیست که خانم ضعیفن،
ولی معمولا به این صورته. در رابطه با خانم‌ها حالا تو ویدیوهای بعدی سعی می‌کنم توضیح بیشتر بدم، خانم‌هایی که علاقه دارن به آتش نشانی چیکار باید بکنن، چه مراحلی رو بگذرونن، علاقه دارن به آتش نشانی. نگفتم استخدام، حالا استخدام شاید سال‌های بعد آتش نشانی تهران استخدام داشت، چون الان همین دوره، همین آخرین دوره‌ای که هنوز کارش به پایان نرسیده استخدام داشته، 16 تا خانم استخدام داشته که این 16 تا خانم دارن به اصطلاح مراحل آخر رو طی میکنن که به اصطلاح وارد سازمان میشن. حالا تو کدوم قسمت به کار گرفته شن و اینا، حالا اونو مدیران رده بالای سازمان تصمیم میگیرن. ولی چیزی که از ما اینجا امروز سعی کردیم در رابطه با اینکه ببینین چجوری میتونین یه آتش نشان حرفه‌ای بشین. حالا این که گفتم شرایط تهران بود، ولی خب اکثر شهرهای همچین شرایطی رو داره، حالا با یه مقدار بالا پایین و متفاوت‌تر. اینی که من بهتون گفتم امروز این بود که چجوری شما یه آمادگی ذهنی داشته باشین. چون این سوال هر جا ما میریم میپرسن چیکار کنیم آتش نشان شیم، شما چجوری شدید، به چه صورته، بحث مادیشو میپرسن، حقوقش چطوره، نه خیلی از این سوالا رو من گفتم تو این ویدیو سعی کنم جواب بدم. بعد توی حالا سعی میکنیم از این بعد تو ویدیو توی صفحه‌مون فیلم‌های بیشتری براتون بذاریم از موضوعات مختلف. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید، سعی میکنم پاسخ بدم کامنتاتون، هر سوالی داشتین. انشالله که این فیلم بتونه نظرتون جلب کرده. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.